گفتند که تو از سال 2012 تا سال 2018 ما نرخنامه رو معین کردیم، شما باید که اجاره پول سپارید. خورشیده اسماعیلова 35 سال در این منزل زندگی کرده است. این خوابگاه وزارت فرهنگ است و در زمینه یک بحث با این نهاد میترسد در کوچه میماند. در این بنا 500 سابقه‌دار فرهنگ با فرزندانشان زندگی میکنند و با وزارت سر موضوع پرداخت اجاره، انداز و خدمت رسانی‌های کمونالی بحث دارند. از سال 2018 مثلا خانه من 250 سوم شد. ما با این اعتراض بیان کردیم، گفتیم که نمیشد. باز نرخ رو پست کردن. باز اعتراض بیان کردیم و همین نرخ پست کنیشون تو آمد تو 100 خود خانه من 130 سوم و من میگم که همون من برای چیز کنم وقتی که من انداز رو پرداخت میکنم. من تمامی پرداخت های من کمونالی و غیره ما در علاوه‌دگی خودمون پرداخت میکنیم. برخی ساکنان بر این نظرند که با افزودن پول اجاره و پرداخت های دیگر وزارت فرهنگ میخواهد آنها را از منزل هایشان بیرون کند و در آن افراد دیگر را جای کند. ما این خسال سال کار کردیم، خسال سال مهنت کردیم، دو چشم دختن کتابی پلیگراف کور شده مونده، ما دیگه چی نمیبینم. چی ما این خسال سال در کجا کار کردیم؟ مهنت کردیم ما. راه گشتن نمیتونیم دیگه. یک خانه را گفتن که 126 ما در دو خانه زندگی میکنم. من قریب 300 تومان میشه. ما 28 سال فقط در یک پلیگراف کامبینات کار کردم که بعد ما در یک خانه دارم. مسئولین وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند آنها نیت بیرون کردن ساکنان را از بنا ندارند، فقط میخواهند استقامت ساکنان بنای وزارت را به نظام درآورند. نداریم جناب در میرسه جناب در وای جناب یک سال جناب در نرسید. گفتم وقتی که شما پنسیا برآمدین یا از دنیا گذشتین باید خانه را از شما کشیده میگیرن و فرزنداتون نمیمونن. در وزارت فرهنگ ابراز داشتند که خصوصی گردانیدن منزل‌های بنا که انشاءات دولتی است بر اساس قانونگذاری ناممکن است. در پی بحث و نافهمی ها گروهی از ساکنان این بنا با ارسال نامه به دستگاه اجرایی جمهوری تاجیکستان خواستار آن شدند که به بحث ها میان آنها و مسئولین وزارت فرهنگ نقطه گذارند.